خب سلام، امروز اومدیم با هیوندای 10 قدیمی تبلیغی که الان دارید میبینید اولش بعد به کشور هند نسل اولی که اومد با حضور هنرمندان معروف بالیوود، دوست خوبم شاهرخ خان الکی و میبینید که حتما خیلی هم براش هزینه کردن. اما ماشینی که امروز قرار بررسی کنیم همینه، یکم لو آپشن تر و سفید رنگش، یعنی این میریم سراغش، حسابی باش ور میریم تا ببینیم چه شکلیه. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. هیوندای آی 10 جزو کوچکترین و ارزان قیمت ترین مدل های هیوندا، مخصوصا مدل های سری آی هست که در دنیا و مخصوصا بازار اروپا عرضه میشه. این ماشین کاملا شهری و اقتصادیه و جزو کم قدرت ترین ماشین های سری هیوندای آی هست. و این نسلی که امروز قرار بررسی کنیم تولید بین سالهای 2011 تا 2014 هستش که در اصل فیسلیفت شده ی مدلی که سال 2008 تولید و عرضه شد، بین سالهای 2008 تا 2011 تولید شد و سال 2011 فیسلیفت شد. این مدلی که در تصویر مشاهده میکنید هم مدل سال 2008 هست که بعداً فیسلیفت شد و همونطور که میبینید عمده تغییرات مربوط به چراغ‌ها هست، چراغ‌های عقب و جلو، و فضای داخل کابین خیلی نسبت به مدلی که فیسلیفت شد تغییری نکرد. بعد از اون سال 2014 این مدل که میبینید زیباتر و مدرن‌تر شده تولید شد و تا سال 2017 به همین شکل تولید شد و سال 2017 یک فیسلیفت خیلی ریزی خورد و تا سال 2020 به همین شکل تولید میشد. اما جدیدترین نسل این محصول سال 2020 معرفی و تولید شد که میبینید که خیلی جدیدتر و قشنگتر شده، مدرن‌تر شده. همچنین فضای داخلش که ما هر دوی این نسل رو توی برنامه‌ها بررسی کردیم به صورت کامل که در روزهای آینده در صفحه قرار میگیره و میتونید پیج ما رو دنبال کنید. اما فلسفه حضور هیوندای 10 در ایران به همین نسلی که در تصویر میبینید ختم میشه، یعنی 2014 تا 2020 که چند سال پیش وارد ایران شد و تعداد معدودی پلاک ملی گرفتن و میشه گفت استقبال خیلی زیادی رخ نداد و نسل جدیدترش هنوز وارد ایران نشده و ما هنوز اونو تو ایران ندیدیم. خب بریم سراغ بررسی خود ماشین. همونطور که میبینید یک هاچبک کوچیک ظاهر معمولی، سنسور پارک جلو میبینید که نداره روی سپر، دو تا چراغ نسبتاً بزرگ نسبت به جز 3 داره که گرافیکش معمولی، یه لامپ گنده داره و چیز خاصی نداره. میبینید که رینگ لاستیک کوچیک و البته باریک در ماشین تعبیه شده که خب برای مصرفش بسته به نظرم. چراغ‌های عقب رو می‌بینید، دو تا چراغ نسبتاً کشیده در کنار صندوق، دو طرف صندوق که روی صندوق هم نیومده که گرافیکش رو می‌بینید که بازم خیلی ساده است، چند تا لامپ داره. حالا نسبت به سال تولیدش و اینا همه چیز اوکیه. یک صندوق کوچیک داره و همونطور که می‌بینید سنسور پارک عقب هم نداره، دوربین هم نداره. البته مدل لو آپشنش ما داریم بررسی می‌کنیم، نزدیک 18000 کیلومتر راه رفته و با قیمت تقریبا 5400 یورو عرضه میشه. میبینید یه سویچ معمولی داره، دکمه باز و بست درها حالا یا صندوق روش نداره، پس باید با سویچ حالا در یا صندوق رو باز کنیم. میریم سراغ صندوق، سویچ رو میچرخونیم و میبینید با این دستگیره بله باید قفلش باز بشه و صندوق رو باز میکنیم که الان توش میبینید فضاش بد نیست. 4 حلقه لاستیک به راحتی تقریبا جا شده، البته با خوابوندن صندلی های عقب، ولی خب نسبت به یک هاچبک کوچیک به نظرم اوکیه که میبینید لاستیکا جا شد و داشت به این صورته. میبینید دستگیره 2 تا داره برای بستن در. بریم سراغ صندلی عقب که قفل باید یه بار بازش کنیم چون که صندوق بستیم قفل شد. خب سویچو میچرخونیم بازش میکنیم. میریم سراغ صندلی عقب که الان پره طبیعتاً
ولی میبینید که جنس در تماما از پلاستیکه و چرم و چیز دیگه کار نشده. دستگیره در میبینید که قفل داره و شیشه هاش هم به این صورت بالا پایین میشه مثل خیلی از مدل های ماشینایی که تو ایران هست. این هم یک نمای کلی از کابینشه که میبینید که خیلی ساده است. حالا میریم جلو بررسی میکنیم حتما. خب بریم سراغ صندلی جلو. دستگیره رو میکشیم و نمای کابین رو میبینید، یک فرمون ساده داره و صندلی ها و این هم باز هم جنساً پلاستیک، شیشه بالا بره ولی جلو برقیه، باز دستگیره با قفل داره و شیشه ها هم دستیه و بازم برقی نیست. صندلی ها این که اهرم ارتفاع جلوشه، حالا بررسی میکنیم. باز جنس صندلی از پارچه هست و این میبینید بالا پایینش با این اهرمه، حالا بدید پایین میره پایین و بدید بالا هم که طبیعتا میره بالا. عقب جلوش دادن صندلی با این اهرمه که بالا باید نگرش داری و عقب جلوش کنی به این صورت و عقب جلو کردن پشتی با این اهرم‌های بغل سمت راست راننده و سمت چپ شاگرد هست که میبینید که باید اهرم فشار بدید و عقب جلو کنید. خب حالا بریم کابین رو با دقت جزئیات بیشتری بررسی کنیم. سوار ماشین میشیم و بریم که داشته باشیم. فرمون رو ببینید که ساده است و مولتی مدیای خاصی نداره، البته رو مدل های فولترش داره که میبینید دکمه های رادیو رو. این هایی که میبینید یکی برای تنظیم ارتفاع چراغ هست این و اینم برای تنظیم نور پشت آمپره. اینم مه شکن عقب هست دکمهش که روشن کنید روشن میشه. اینم برای تنظیم چراغ هایی که حالت اتوماتیک نداره. پشت فرمون رو ببینید، بهتره که روشن کنیم اول تا بیاد بالا. پشت آمپر رو میبینید که یه استارت میزنیم بهش الان که میبینید صدای استارت موتور رو. یه گاز کوچیکی هم بهش میدیم تا میبینید که تا 200 کیلومتر گذاری شده، یعنی شماره گذاری شده تا 200 کیلومتر. و فرمون رو میبینید که گفتم مولتی مدیا رو مدل های فولش هست، دکمه های رادیو اینا که میبینید رادیو نداره، اینجا محوطه خالیه. مدل لاپشنشه، اینجا رادیو داره. اینه رادیو به این صورت، وقتی که مدل فولتر باشه اینجوری میشه. و میریم حالا سراغ تهویه، کلیدهای تهویه و سرمایش گرمایش که میبینید که باد از کجا بیاد، تنظیم مقدار مکش، شدت مکش هست که میبینید اینکه و دوباره باد از کدوم دریچه بزنه به کجا بزنه با این دکمه هست. و اونم که آخری هم طبیعتاً که مقدار گرما و سرما هست. اینجا محوطه خالی، حالا میتونید چیز میز بذارید. یه فندکی داره اینجا، دم دست راننده هست. اینم که دندش هست که 5 تا دنده داره و دنده عقبش هم که مثل خیلی ماشین دیگه سمت راست تا آخر و عقب. این هم ترمز دستی و یه جالیوانی کوچیک هم اینجا داره. اینم که گفتم اهرم جلو عقب کردن پشتیه که باز یه بار دیگه تست میکنیمش. جالیوانی هم که میبینید و اینم ترمز دستیشه که میبینید اینجا یه جا سیگاری هم داره، حتی تعبیه شده این جلو جا سیگاری. بعدش دیگه یه اینجا هم داشبورد رو داریم که بریم بازش کنیم چی داره توش پر از خالیه، توش پر از هواه و چیز خاصی نیست توش. میبندیمش و میریم سراغ بقیه قسمت ها. چراغ رو من بگم. چراغ میبینید که به این شکل موتور ماشین، این موتور هم جو گفتم میگه که موتور 1.5 لیتری بنزینی داره که قدرت 70 اسب بخار تولید میکنه. حالا یه صدای گاز هم بشنویم ازش. اینم از این سری برنامه ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ماشینای بیشتر تو راه، خیلی زیادتر، و ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.